بعضی انسان‌ها با یکون کاری شروع میکنن، وقتی که موفق نمیشن یک مدت کم حرکت میکنن، بعدا میبینن که رزولت نیست، موفق شدن نیست، تنها بینامد کردن شروع میکنن. کمپانی برای ما شرایط خوب معین نکرد یا که کمپانی تنها برای خودش کار میکنه، لیدرها برای خودشون ایسو درآمد میگیرن و محصولاتش که استفاده ندارد، همیشه هر یک چیز بهونه میکنن و دیگه چیزا رو بینامد میکنن. نگی اپا خانجان عزیز، هیچ کار بینامد نکنین، چون که اگر خواهیم ما میتونیم که همه کارا باز از سر نو شروع کنیم. وقتی کمانده ما پراکنده میشد ما میتونیم از سر نو برقرار کنیم. لیدری حقیقی اگر باشید، کمانده بخواهی خود رو پیدا کردن میتوانید. صبور بودن رو یاد گیرید، هیچ وقت تکیه به یگان کس نکنید. وقتی که کمانده ما پراکنده میشد ما هیچ وقت با امیدی بای نمیشیم، باز از حرکت با کمانده نو ساختن شروع میکنیم. هر یک کار وقتش پرابلم داره، هر یک بیزنس وقتش کمبودی ها داره. آدمی کار میکرده که این پرابلم هیچ وقت سری روشن نمیگیرن. همه اینا رو شکست دادن میتونه که مقصد اساسی خودش پیش ببره، میتونه که به مقصدش برسه، عالی کوی نقص و کاری نقص پیش ببره. انسان هستن که کمپانی را تیز بینواد میکنن، کمپانی برای شرایط خوب مهیا نمیکنه یا که از حساب مو درآمدی بسیار میگیره. لیدر حسابی کمانده درآمد نمیگیره، لیدر حسابی که سیستمی که وای برقرار میکنه حسابی همو درآمد میگیره، حسابی که وای کمانده میسازه، حسابی وای مثلا کاری که وای میکنه حسابی همو درآمدش میگیره. تنها حسابی کمانده نیست، حسابی کاری کمانده نیست، حسابی کاری کرده که خودش هر یک از درسیوی بیزنس وقتی کار شروع میکنه هر یک از درآمدی خودش میگیره. یگان کس درآمد یگان کس گرفتن نمیتونه، چون که هر یک از حرکت میکنه به خاطر خودش میکنه، به خاطر پیشروی خودش حرکت میکنه، بعد میتونه که به جای مقصد گذاشتگی خودش برسه. هر یک از خواه میتونه کمانده سازه، میتونه پیشروی کنه. هیچ وقت به گپ یگان کس گوش نکنید، تنها مقصد اساسی را گذارین و حرکت کنین که به مقصد رسید. هیچ وقت نگاه نکنین که کمانده شما رفت شما تمام دید موندش دین ای فوق العاده نه. وقتی کمانده میرود بازم شما میتونید که به ارزوی نک رسید. فقط حرکت کردن در کار، پیشروی در دست ما و شماست. خداوند آدمای صبور را به دوست می‌داره. صبر کنین ان شاء الله به همه مقصداتون میرسید.